علامت‌های روز قیامت: طلوع آفتاب از مغرب، برآمدن آفتاب از طرف آفتاب نشین. طبق نظریه های معاد شناسی و کیهان شناسی در تعلیمات اسلام، پیش از روز قیامت در سمت چرخش زمین و آفتاب دیگرگونی به وجود می آید و آفتاب دیگر نه از طرف مشرق آفتاب برا، بلکه از طرف مغرب یعنی آفتاب نشین می براید. حدیث هایی که درباره طلوع آفتاب از طرف مغرب روایت شده اند از بیشتر 15 صحابه به ثبوت رسیده اند. علاوه بر این آیت 158 سوره انعام به همین نشانه روز قیامت اشاره میکند، آنجا که میفرماید روزی که بعضی نشانه های پروردگارت به عمل بیایند، دیگر هیچ کس را امامش اگر پیش از آن امام نآورده باشد یا در امامش خیر کسب نکرده باشد نمی بخشد. بخاری در تصنیف این آیت از ابو هریره روایت میکند که رسول خدا فرمود تا آفتاب از مغرب خود طلوع نکند قیامت برپا نمی شود. وقتی مردم آن را دیدند هر کسی بر روی زمین است امام می آورد و این وقت می باشد که هیچ کس را امامش اگر پیش از آن امام نآورده باشد نمی بخشد. وقتی آفتاب از طرف مغرب طلوع کرد دیگر در توبه بستن نمی شود و امامی کسی از کافران که تا آن لحظه امام نیاورده و همین طور توبه کسی را از گناهکاران که تا آن وقت توبه نکرده باشد پذیرفته نمی شود. رسول خدا فرموده است خدای عزوجل در مغرب در برای توبه نهاده که پهنای آن مسافه 70 ساله راه است بسته نشود تا آنکه آفتاب از طرف آن طلوع کند. و این از قوم خدای عزوجل که فرموده است روزی که بعضی آیات پروردگارت می آید نفسی را امامش اگر پیش از آن ایمان نیاورده باشد نفع نمی بخشد. زیرا چنانه در حدیث قبلی ذکر گردید این نشانه بزرگی قیامت را همه مشاهده می نماید و روز قیامت و حقایق آن باور می کنند و دیگر از دهشت آن ناعلاج ایمان می آورند که این ایمان یأس و ناامیدی، یأس از حیات دنیا و ناامیدی از کفر است. سلام برادران و خواهران، اگر کلیم معقول شده باشه پادپیسات حرکت لایک فراموش نکنید. اگر پادپیسات حرکت لایک مونید عینه من به شما پیشکی رحمت.